یکی از شایع‌ترین دردها در رشته بدنسازی مربوط به درد در جلوی عضله شانه‌ای یا دلتوئید قدامی است که معمولاً با شانه فریز شده یا شانه یخ زده اشتباه گرفته میشه و این درد بیشتر مربوط به گرفتگی عضله پکتورالیس ماژور یا مینور یا حتی عضله دو سر بازویی هست که باید چک و بررسی بشه. بذارید یه مثال ساده واسهتون بزنم که متوجه بشید. موهاتون رو بکشید. دقیقاً اونجایی که دارید میکشید درد میگیره یا اونجایی که به پوست سرتون متصل شده. عضله هم همینجوره. این عضله وقتی اسپاسم یا گرفتگی ایجاد میکنه از سر متحرک عضله دچار کشیدگی میشه و اونجایی که به استخون وصل شده تاندونا دچار درد میشه. در اصل گرفتگی در میانه عضله، حالا عضله سینه‌ای یا عضله بازویی، باعث ایجاد درد در قسمت جلویی شانه میشه و راهکارش هم گرفتن ماساژ و رفع گرفتگی هست.